بهترین شما اون انسانی است که با همسر خودش خوب باشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که اگر سجده برای غیر الله جایز بود، اگر جایز بود سجده برای غیر الله، من به زنها دستور میدادم برای شوهران خودشون سجده بکنند. یعنی حق شوهر اینقدر زیاده که اگر سجده برای غیر الله جایز بود، باید زن برای شوهر خودش سجده میکرد. شوهر اجازه دارد اگر صلاح بداند میتونه محدودیت حتی قائل باشه برای رفت و آمد زن به خانه پدرش، به خانه مادرش. وقتی زن ازدواج میکند هیچ کسی به اندازه شوهر بر گردن زن حق ندارد. زن حق ندارد بدون اجازه شوهر خانه پدرش بره، بدون اجازه شوهرش حق نداره خانه مادرش برود. ولی شوهر نمیتونه مانع دیدن بشود، مانع دیدن پدر و مادر رو نمیتونه مانع بشه. اما زن هم نباید بدون اجازه شوهر خودش حتی از خانه بیرون بره، حتی از خانه بیرون برود. زن این اجازه رو نداره.